واقعا یه مردی اگه نگاه بکنه میفهمه که پروردگارش اینجا همینه، اینه که بهش شیر داده، اینه که بهش آغوش گرم میده، اینه که بهش محبت میده، همه چی بهش این میده، همه برکت ها از طرف این میاد پیش مرد. هر مردی بدون وجود او به برکت نمیرسه اصلا. اون وقت میپرسه که الستو بربکم، آیا من پروردگار شما مردان نیستم؟ همشون اگه انصاف داشته باشن میگن که چرا؟ توی واقعا تو که می تو خونه، فرشته خونه ما هستی، تو که نیستی هیچ، نه خونه به درد میخوره، نه قالی به درد میخوره، هیچ چی بدون تو به درد نمیخوره اصلا. چه چیزی بدون تو به درد میخوره؟ میرن در قعر دریا نفسشون حبس میکنن، یک مروارید در بیارن بزنن گردن این عزیزه، و اینکه تمام هستی، تمام متاع دنیا و آخرت رو گفتش که بیا در پای این، نثار روی تو هر برگ گل که در چمن است، فدای قد تو هر سربن که بر لب جوست.